دوستان سلام. همونطور که اطلاع دارید و از شرایط سخت و بغرنج منطقه‌ای برمیاد، من غلامرضا قیانوری هستم، خبرنگاران و این مسئله یکی نمیشه به سادگی ازش گذشت. و تازه متوجه شدم که یکی از مشکلات استکباری که این روزها گریبانگیر نظام جمهوری اسلامی هست ماهواره است. ماهواره. در همین رابطه در خدمت حاج آقا حجت الاسلام و المسلمین سیمبل ریتیان هستیم تا از ایشون درباره احکام ماهواره سوالاتی بکنیم. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم و سلام علیکما و علیکن. اعوذ بالامام من الماهواره و الملحقات. حاج آقا سوال اولم اینه که اگر کسی به طور اتفاقی، دارم عرض میکنم، به طور اتفاقی چشمش به ماهواره بیفته حکمش چیه؟ این سوال جنبه های مختلفی دارد. اولا کدام چشمش بیفتد؟ چشم چپش یا چشم راستش؟ ثانیا چشمش به ماهواره بیفتد یا ماهواره فل چشمش بیفتد؟ اگر ماهواره روی چشمش بیفتد که حکم جاری شده و عذابا علیم. اما اگه چشمش به ماهواره بیفتد و ماهواره در حال پخش فیلم های ضد نظام باشد، فیلم سال فیلم زنی مثل بیبی در حال ترقص، احوط آن است چشمانش را 3 بار در آب کر آب بکشد. اما اگر بیبی را دید که به دنبال مقام عظما می‌دود، احوط آن است که به مدت 30 شبانه روز از چشمانش استفاده نکند تا آثار آن ضاله محو شود. دوسین واسطات و اما اگر نه، بیبی را دید که یضرب الدمپایی فی رأس و فی کل جوارح المقام العظما، در چنین حالتی احوط بهوتی در کار نیست. این چشم دیگر چشم بشو نیست، باید به نیروی انتظامی مراجعه کرده و چشمانش را تحویل بدهد و به فکر چشم جدید باشد. سکون داره. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید، خیلی روشنگرانه بود. یه سوال دیگه داشتم، آیا توی رساله امام احکامی هستش که بگن مثلا ماهواره حلال باشه یا نه همه ماهواره ها حرامن؟ نه خیر، نه خیر. ماهواره هست از آب حوض هم حلالتر. مشخصا در رساله امام آمده است که ماهواره جام جم حلال است و همه اذن دخول دارند، منتها همه با پای چپه. غیر از جام جم هر چه هست فسق است و فجور است و تباهی. روایت هست و در خود کتاب امام راحلمون هم اومده که الذین یترشون الریش و یستفیدون من الادکلون الچارلی و من الجل و یشاهدون الماهواره هم عدونا و عدوکم و عدوکن و عدوهن متوسط بهن. خیلی متشکرم حاج آقا سیمبولیتیان. عرض کنم که سوال بعدی اینه که اگر به عنوان مثال، دارم مثال عرض میکنم خدمتتون، من در خونه نشسته باشم، دارم تو آینه خودم رو نگاه میکنم، از اون ورم پشت سرم یه ماهواره روشن باشه و من تصویر ماهواره رو تو آینه ببینم، آیا اشکالی به این نگاه کردن وارد هست یا نیست؟ فی هذا المسئله روایات مختلفی بین فقها هست، اما اگر من باشم میگویم آخه بابا مردی که احمد، تو از اول برنامه میخوای یه جوری این داستان ما رو یه سوراخی بکنی، سوراخن کبیرا، و بری ماهواره ضد نظام نگاه بکنی. اما همونطور که امام یقول عدونا و عدوکم و عدوهن و کلنا بتن. بله خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و با تشکر از حاج آقا سیمبولیتیان. گزارشی بود از غلام قیانوری، خبرنگاران درباره احکام ماهواره. منو فراموش نکنید. خیلی متشکرم. شکر کنه.